باشه که فرضی برای ما خونده نمیتونیم. برای همه شهروندان تاجیکستان فرضی که ما مسلمان نماز کنه در وطن ما خونده نمیتونیم. ما گناهکاریم مگه؟ ما برای زندانی میکنن. لیشورا میترشن. نه یک ویدیو را تماشا کردم که در تیرامو درخت نوک گل کرده است. درخت نوک در تاجیکستان گل کرده است. این همین روز من همین سر تماشاش کردم. درخت نوک این تو چی نشانه دارد؟ امروز جوانان تاجیک ما باوری دارن که همه بیدار شده که همه همه باوری دارن که نمیخواد جوانی که جمع شده که انشالله ما باور داریم ما میگیریم این مولی را میریم مولی برا دف شو در کار نیستی این قدر جوانات نظر کو ما نه پدر دیدیم نه میری مادر دیدیم نه میری فرزند دیدیم همه غریبیم در اینجا خاموشیم مجد پدر ما را دیدیم حالا